کنفرانسیای وینا. البته چونین به هم آیی ها در تاریخ یک بار، یک روز، یک سال نیست. چونین به هم آیی ها زیادند. ولی در کنفرانسیای وینا در اروپا که شده است، راهبران ابرقدرتان زمان به هم می آیند. سراول باید قید کنیم که برای چی این کنفرانسیا نام کنفرانسیای وینا را گرفته است. این کنفرانسیا در شهر وینا می شود. این کنفرانسیا در سال 1815 آینده اروپا را رقم زد. باید در نوبت اول درباره چگونگی وضع در آن دوران گفته گذاریم. البته پیش از آن در فرانسه انقلاب شده گذشت. سال 1789 که آغاز این انقلاب بود و دولت‌های همسایه برای پیشگیری از این انقلاب به فرانسه حمله کردند. این حمله ها باعث آن می‌گردند که فرانسه با استریا، هلندیا، ایتالیا و اسپانیا حمله هایی که به فرانسه از جانب همسایگانش می شود باعث شکست فرانسه نمی گردد. این حمله ها باعث گردیدند که فرانسوی ها با سروری ناپلیون بوناپارت از مرزهای خود بیرون روند، مرزهای خود را وسیع کنند. سپاه ناپلیون تا مصر می رسد. او در سال 1804 خود را امپراتور اعلان می کند. همین طور جنگ های ناپلیونی از سال 1804 تا سال 1814 دوام می یابد. کشورهای دیگر که با هم در اختلاف بودند اما بر ضد فرانسه با هم اتفاق می بندند. مثلا فرانسه که خود یک ابرقدرت بود از فرانسه دیگر کشورها می ترسیدند. مثلا انگلیا با روسیه بر سر ایران اختلاف داشتند، بر ضد فرانسه متحد می شوند. ناپلیون به سرزمین روسیه لشکر می کشد اما شرمنده‌وار شکست می خورد. بدین واسطه روسیه، انگلیا، اسپانیا، پرتغالیا و دیگر کشورها به هم آمده در سال 1814 فرانسه را شکست می دهند. تدارکات و رفت این کنفرانسیا یعنی کنفرانسیای وینا 7-8 ماه دوام می یابد. در آن نمایندگان استریا، پروسیا، بریتانیا و روسیه به هم می آیند. قدرتمندان فرانسه را یک طرفه کردند ولی از یک چیز می ترسیدند: از شورش ها در کشورهای خود، از انقلاب ها می ترسیدند. این کنفرانسیا یعنی کنفرانسیای وینا برای تقدیر اروپا تأثیر عمیقی هم گذاشت، ولی برای عصرها نه، برای چند وقت. این کنفرانسیا نتوانست پیش آزادی خواهی های مردمان را بگیرد. مثلا این گونه آزادی خواهی ها در اسپانیا در سالهای 1820 1822 دوام می یابد. آزادی خواهان شورش می کنند. در سال 1823 با دخالت بیرونه ارتش فرانسه به اسپانیا وارد می گردد.
و آزادیخواهان را از مادرید بیرون می‌کنند. در این کنفرانسیا هر ابرقدرت منفعت خود را پیش می‌کرد. در این منفعت‌ها آنها با هم اختلاف می‌کردند، با هم جور نمی‌آمدند. مثلا روس‌ها می‌خواستند نفوذ خود را در بالکان زیاد کنند، اما این نفوذ روسیه را استریا نمی‌خواست. بالاخره 9 ایون سال 1815 اعلامیه وین به تصویب می‌رسد. بعد از این لهستان میان استریا، پروسیه و روسیه تقسیم می شود.